کمیته اولتوی فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات هواشناسان به توجه ساکنان و معماران کشور میرساند که تا 2 نوامبر سال 2022 در جمهوری هوای نامساعد در نظر داشته شده در وادی‌ها باران‌های پرشدت میبارد و در ناحیه‌های کوهی و نزد کوهی احتمال باریدن برف زیاد است. همچنین از سردی بیشتر دمای هوا نیز خبر داده شده است. بر اثر باران‌های پرشدت آمدن سیل‌ها در بعضی منطقه‌ها احتمال دارد. علاوه بر این در پی کاهش دمای هوا و بارشات در راه‌های کوهی بخصوص عقبه‌ها برف تر به سیم و درختان چسبیده میتواند و حالت‌های صدمه‌آوری را به وجود دارد و در بعضی موردها از سبب به هم پیچیدن سیم‌ها و یا از بار گران برف تر کنده شدن باعث مشکلی در انتقال برق گردد. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده از شهروندان و مهمانان کشور خواهش می‌کند که در چنین روزهای سیربارش سفرهای خود به منطقه‌ها را محدود کنند. بهتر آن است که به ضرورت سفر راه دور نروند. رفتن به شکارگاه به قصد شکار، ماهیداری به لب و کول و نهرها، جمع‌آوری هیزم به دامن کوه‌ها مصلحت نیست. در چنین روزها خیلی خوب می شود اگر به امنیت و بی‌خطری خود دقت بیشتر دهید. به خصوص هنگام گرم کردن خودها قاعده‌های ضد سوختار را جدا رعایت نمایید. در حالت پیش آمدن این یا آن حالت فوق‌العاده به شماره‌های تلفن‌های زیرین به قسم نوبت‌داری کمیته ایالت‌های فوق‌العاده و بخش‌های ولایتی و شهری و ناحیوی آن زنگ زنید و از مشکل به سرتان آمده خبر دهید. نوبتدار مسئول در کمیته 112 93 828 19 221 91 91 223 13 11